در ابتدا تاریکی بود و روشنایی بعد از زایش، اما برای من تاریکی ماند. تو مسیر را در روشنایی می جویی و من آن را در تاریکی جستجو می کنم. اگر تو آن را با رنگ ها و شکل ها پیدا می کنی، من آن را در میان آوای زنگ ها و ضربه ها می یابم. صدایی که راهنمای من است در مسیر قهرمانی. خب آب خوردیم بچه‌ها. حالا یه بازیه جوانمردانه بالاخره. من صدای قهرمانی را می شنوم، آن را حس می کنم، چون شکیل کوچک در اعماق اقیانوس آن را دنبال می کنم. من راهم را در میان تاریکی ها پیدا می کنم، زیرا ایمان دارم برای رستگاری باید از تاریکی ها عبور کرد. من صدا می شنوم، با امید آن را دنبال می کنم. فکر برتره، یادتون باشه هر که فکرش برتر باشه مطمئناً پیروزی باهاشه. پیروزی در انتظار من است.